سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومد به یه ویدیو دیگه. بچه از همین الان بهتون بگم این ویدیو ممکنه یکم طولانی بشه، پس ویدیو جالبیه، حتما تا آخر تماشا کنید. و اینکه بریم سراغ موضوعش. موضوع ویدیو امروز چیه؟ موضوع ویدیو امروز اینه که یوتیوبرها بهمون چالش دادن و ما باید بریم انجامش بدیم و در کنار اون یه مجازات هم بهمون دادن که اگه نتونیم چالشو بریم مجازاتو میریم. لایک و کامنت فراموش نشه. الان بریم سراغ ویدیو. لتس. خب آقا، نفر اول کسی نیست جز البرز که همینطور که میدید الان داخل بازی هم هستش. و اینکه بریم چالشش ببینیم چالشش چیه و برگردیم. سلام داشت یوسف گل، حالت چطوره عزیزم؟ خوبی داداش؟ یه چالش بردارم، اونم اینه که شما برید توی لون گلف 5 راند طرف رو نزنید، 4 راند طرف رو نزنید و راند 4 به بعد یه هتریک بکنید. سلام. همونجور که چالش رو دیدید خیلی آل ایزی بود. پس بازم بریم سراغ چالش. اینجا هیچی نگیرم، تکونم نخورم. انشالله که یه آدم درستی افتاده. بیا داداش. خب بزن تو سرمون، بزن. میزنی و بزنم بنازمت. نوسکوپ میگیره میزنه داداشی. حاجی شما لایک کنید تا اگه دوست دارید پارت بعدیشو براتون بذارم. لایک های این ویدیو رو به 50 تا برسونید، چون واقعا ویدیو جالبی هست. حتما برسونید و اینکه عشق منید. انشالله که بک نده. خب عالی. اگه لایک این ویدیو به 50 تا رسید، پارت بعدیشو به زودی براتون میذارم. و اینکه عشق منید. شلوارز گل گلابی. ببینیم چی M10 گرفته داداشی. M10 پشمانم. اینجا بزن تو سرمون. بنازمت داداشی. کارت خفنه داداش. پینگ من چرا رفت؟ فقط خدا کنه گوشیم زنگ نخوره حاجی. زنگ بخوره به گاراژ میرم حاجی. اینجا میزنی یا بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یه چیزی هم از همینجا بهتون بگم. من دستم گرم نیست. تازه اومدم تو گیم. آره خب اگه خدا کجی نگفت تاسه خدا وکیلی البرز. خیلی یارو میگو وان شات پلیر نیستش. دهن سرویس. این چی بود؟ دنیا چی میگه؟ حاجی عشق کرده خدا وکیلی لحظه آخر. ولی خودم چسبوندم حاجی. لایک های ویدیو رو به 50 تا برسون. ببینید یه چیزی رو من بهتون بگم. من به البرز نگفتم به همرج مجازات بده، چون این چالش ایزی من باید میرفتم همینجوری بگم حاجی. بزنه پس کردم بنازم حاجی. یوسف قوی کامنت بگید، بزنید، عشق کنم، انرژی رو بگیرم، زودتر ساوا رو به 10 تا برسونید.
مردم هدف 50 کار رو دارن، ما هدف 10 تا رو داریم. آره داداش. وای نه حاجی پینگم حداقل پینگم بیاد پایین. وای حاجی این چه گونیه گرفتی؟ من فشار میدم حاجی، من باخ نباید بدم. حاجی پینگم یه لحظه چرا بد شد؟ پینگم چرا بد شد؟ من صدا پا از این طرف دارم. وای حاجی بیا خوب. حاجی پینگم صدا پا دارم. حاجی غیب شد. جلل خالق. داش بنازم بنازم حاجی. ریدم به خودم حاجی. یه تیر بودم فقط یه تیر حاجی، اونم دمیج بود. خدا رو شکر. من ریدم به خودم. آخ نباید بدم حاجی. هی حاجی بد خورد. البته بد نخورد، یه نرمال خورد، ولی خوب. من تو چالش البرز چیه نبا باخ بدم. اصلا امده رو میگیریم که باخ ندیم. محض مراقبت بود فقط. من قصد جسارت یعنی تجاوز. اینجا درد نداره، فقط یکم میزنه. داداش وای تو هم اینو گرفتی که من دنیا رو حاجی زدم دیگه. قبول کنید اگه سونیا نداشت میمرد. حاجی از نظر خودم این ویدیو اکسپته. حالا اگه اکسپت هم نبود، ریجکت بود، شما تو کامنت ها بنویسید. من از البرز چالش یه مجازات میگیرم، تو اینستا میذارم. اینستا ما همین بالا سمت راست میاد، اگه دوست داشتید فالو کنید و بزن بریم سراغ چالش بعدی. خب از همینجا بگم چالش بعدی کسی نیست جز موری. بزن بریم ببینیم چی ساخته برامون موری. خب موری هم بهمون گفته برو لانگ ولف با یه تیر اسنایپ، هد اسنایپ، نو اسکوپ بزن. و مجازاتش هم این بوده که برو جهانی بگو من نوبترین پلیر ایرانم. حله داداش. بزن بریم سراغ چالش موریرم. بزن بریم استارتش بکنیم. حاجی موری نگفت کجا. خب برم داخل ترینیک همون باتا رو یکی بزنم بگم چالش اوکیه. ولی خب نه عملیه داداش یه نامردی نکنیم، نارنجکم بندازیم موری. خب 6 تا تیر. زدم که حساب کنید خدا وکیلی. برو دمیج بزن. خب نه حاجی بیاد از بغلمون بزن حاجی. دخترم هست، دختر خانم، دختر آقای گل گلابی. حاجی بیا وایسا تو رو خدا بفهم. من
رفتی بیرون تو رو قرآن. بیا بابا، بیا بابا بفهم من تو چقدر نفهمی بابا. میخوام بیا 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 بابا، نمیزنم فقط یکم. بابا بیا بابا. بابا کاری ندارم به قرآن. بیا این راندو بیا از بغلمون بزنه زیر گوشمون. منم داریم یاراجی. موری دهنه تو داداش، تو رو قرآن. وای یعنی من دهنه تو. موری جان فشار بخور، میخوام باش تبانی کنم بزنمش. فقط چالش نفر بعد بریم بزنیم ببینیم دوست دارید یوتیوبرهای بعدی کی باشن آجی؟ خب ولی افسوس. بیا با همین میگیرم میکنم تو شیاف میکنمش تو شیافش. چیه؟ بیا ناموسن بیا تباره کن ناموسن دوله یارو ناموسن. بیا وای بفهم وای بابا بیناسمت مادر. بذار من همین اسنایپو بکنم تو کون. دیگه کسی ما رو نمیشناسه، ولی شما این چیزو بکنید، چیزو نکنید البته. بیا تو رو خدا پینگم من یه لحظه نتمو روشن خاموش بکنم. چرا رید؟ وای داداش آروم باش. آجی من امروز توی نسته یه چیزی دیدم. خب ببین میگیره رو وست یارو میپره روش، ببین هد میخوره. منم ببینم میتونم. اینگاه آدم نشون نیست. من میام روش میگیرم تو. What the fuck درست. حاجی پشمام. چالش موری با موفقیت اکسپت شد. یعنی من تو کل زندگی فکر نمی کردم بخوره، یعنی به قرآن. بریم سراغ نفر بعدی. من این راندو بازی کنم برم سراغ نفر بعدی. خب نفر بعدی کسی نیست جز آقای، همین الان 5 ثانیه بهتون وقت میدم تو کامنت بهم بگید. کسی نیست جز 7. خب بزن بریم چالششو ببینیم. بیای. 7 گفته برو بتل با 5 نفر تبانی کن، اگر بزننت باختی و فقط 1 بار میتونی انجام بدی. اگر زدنت و با 5 نفر تبانی نکرده بودی مجازات میشی
مجازاتت اینه که از بین کامنت ها به یه نفر سچی هم قرعه کشی کنید. حله بزن بریم سراغه. و اینکه اینجا رو ببینید، این خود 7 بیا این خود 7 رفتم روی چیزش، این پروفایلش و ببین کاور رو تو ببین، نگاه کن منظم، نگاه کن به ردیف. حاجی مگه از این بهترم؟ الان من باید برم تو پیک یا نمیرم پیک؟ حاجی گفت برو بتل رویال. من فرق نمیکنم، من میرم بتل رویال عادی تک نفرم اسم میکنم. بزن بریم اکسپت کنید خدا وکیلی. حاجی قبول بود دیگه. اون فقط اون یارو همه هم بات هستم. اون یارو فقط سونیا داشت حاجی، همه هم باته، همه بات حاجی. فقط اون یارو من که میگم اکسپت چون من زدمش. اون یارو سونیا داشت حاجی. بک جامپ زد حاجی، پشمام. فکر نکنم حاجی. کل مپ ازدم باتن، کل مپ ازدم. ما میریم فکتوری کو؟ فکتوری همینجا باشه، من همینجا میپرم. آها اینا هشش. بابا فکتوری چیه؟ کلاک تاور به کلاک. من کلاک تاور و فکتوری رو همیشه قاطی میکنم. به کلاک تاور میگم فکتوری، به فکتوری میگم کلاک تاور. بعضی وقتا شده به فکتوری هم بگم پیک. منطقیه داداش سید. آجیز گون گرفت پشمام. بیا تو رو قرآن بیا حاجی بیا خدا وکیلی. ببین خودش نخواست، من گفتم. بابا این مگه کل مپ بات نبود؟ کل مپ بات بود به قرآن قسم حاجی، به مولا کل مپ بات بود. شانس من که رسید و من نمیخواستم بپرم پیک. بعد اومدم اینجا کل مپ شد انمی. الان من اینجا میدونم پارم میکنن. امشسته اوه حاجی پشمانه. ببین من بهش پاشی میکنم حاجی. این یه نفر و یخ ندارم. من با یه نفر تبانی کردم. 7 گفت 5 نفر. حاجی نمیتونستی بگی یک نفر اینم اکسپت شه؟ ولی خب اشکال نداره. خب آقا اینم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. از همینجور تشکر ویژه میکنم از یوتیوبرهای عزیزی که برای من لطف کردن، چالش دادن، عشق منن. و اینکه اگه دوست دارید پارت بعدیشو براتون هر چی زودتر بذارم با یوتیوبرهای خفن گلمون، حتما تو کامنت ها بهم بگید. تا ویدیو بعد میبینمتون. فعلا